سلام، خوش اومدید به کانال AM گیمینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو دیگه با آل موبایل مپ آلکاتراز. آخر هفته ها سعی میکنیم که ویدیو یک آلکاتراز رو بذاریم تو کال آف موبایل، چون تورنمنتش آخر هفته ها میاد. امیدوارم که ازش لذت ببریم. بریم که برای ویدیو رو شروع کنیم با شما، کیفش رو ببریم. استارت. در کل آلکاتراز خیلی بهتر است کلا. حالا اینی هم که میبینید اسکواد لیدری رو دادم به شماره 4. من یه توضیح بدم در موردش. کلا من اینجوری هم که اگرم اسکواد لیدر بشم به یه نفر دیگه میدمش. چرا؟ چون اینکه تیم باید منسجم باشه. اگر منسجم نباشه توی مچ گرفتار میشه. حالا من قبلا اینجوری بودم که توی بازی ها که وارد می شدم، حالا چه بتل رویال ایزولیتد باشه چه آلکاتراز، قبلا از اسکواد جدا می شدم، میرفتم لوت می کردم، بعد می اومدم به تیم ملحق می شدم و فایت می دادم. ولی الان نه، همه هر جا تیم بره منم میرم. دلیلش اینه که اگر جدا بشی از اسکواد میره فایت میده کشته میشه. حالا یا تو جدا فایت میده کشته میشی، این بعد بیان ریوایوت کنه و این سخته برای هم تیمی ها. و حالا اینجوری باشه باز راحت تر ریوایو، ولی خب فایتی که میدن سختره، ترای هاردش سختره، کلا مشکله. همینم هر جا اسکواد بره منم میرم. حالا اینجا هم که جای خوب برن، مثلا اغلب میرن فارم یا توی ایزولیتد میرن فارم یا بلک مارکت. اینجا هم توی ساختمون اصلی میرن. حالا ببینید اسکوادمون کجا میره. بازی شروع شد. اینجا خوب بود ولی نمیدونم بچه همون رفتن اینجا ساختمون اصلی وسط. اینجا فایت های سنگینی داده میشه. اگر مواظب نباشیم Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. ناموسم دو تا بوده با خیلی کلا من شاتگان پلیر خوشم نمیاد. با یه دونه شات تو رو میفرستن لابی، اون وقت خوشحالی هم دارم. هنر نیست اینکه بخوای با شاتگان آدم بکشه، کاری نداره. یه 117 هم گیره اون Your اومد. teammate has been killed. اصلا ندیدمش، اصلا Your teammate ندیدمش. has been killed. تو یه دستم که داشتم آلکاتراز پلی میدادم، فکرم 2 هفته 3 هفته پیش بود، خوردم به مزیار بنگ. البته کشته میشد از طرف من، ولی خب اسکوادش برنده شد آخر دیگه. ما سوم شدیم، اونا اول. فنک کیلو خوبه، ولی من ترجیحم 117 و M4، نمیدونم چرا. شاتگانه. اوه درست کیل دوزیه. شماره 4 دمیجش کرد، من کشتمش. کیل دوزیه. Be careful. The poltergeist is active.
رایفل اومده دیده بود. اسم رو چی اومده بود بکنی؟ همه چی توی کالا فاستگی اسکوادت داره. اسکوادت خوب نباشه کار بکنی اصلا نمیتونی از پسش بر بیای. نیست که سعیه که دو ساعت اصلا نمیتونی فایت های خوب بدی. اصلا نمیتونی دمیج بدی. از کی؟ ما شادم کنم. اینجا دارم فایت میدم. نتش قد شده بود. هرچی بود ما زدیمش دیگه. کاور به این Further میگم collapse نکن. expected. Travel to indicated safe zone. چند گروزه زیاد شده آجی. نزن از بالا. بالا زن. اصلا حواسم میشم. نمیرید بذارید بیان. Your teammate has been killed. شما حتما حمایت بکنید برای بکگراند رو درست میکنم انشالله. کلا حمایت بکنید. پیشرفتمون رو شما میبینید با چشمای خودتون. امیدوارم که اینجوری هم باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. Circle collapse imminent. این دفعه خیلی انتخاب می‌کنم. بکنیم. چه خوبی فرمی. روات بگه. مثلا یه رقم فرمی کن. بنزین. بریم که زومباش نشیم. نه، من دوباره فکر ویدیو رفتم. Your teammate has been killed. Further collapse expected. Travel to indicated safe بریم zone. زومباش میشیم. خب خدا شد نشیم. این کسی از بکمون در نیاد. از بکمون در نیاد نجات یافتیم. خدا وکیلی از کجا آوردیم نمیدونم. خدا وکیل. کلا ایرانی‌ها آلکاترا رو خیلی خوب بس خود زندانی‌ها و خود آمریکایی‌ها بیشتر میشناسن. Half of the teams are eliminated. Down to the last 5 teams. Airdrop has been delivered. رایجه به کسبه اینا که این رو بکنیم از آن بخدا اینجا چیست که The airdrop is coming. Supply drop incoming. او اسمی سپاراتور سپاراتور شانس رو بودیم. قلم داره تونتون میزن. ببین کنیم یا داریم پرایم نزن دیگه. یه ریوایف شده بود که من زدمش. پشت در من زد. میتونیم تفنگ خودمون رو از ایردراپ در بیاریم یا نه. یک شماره 4 هست.
بودو کسی نیومده. اوه آره دیگه رو لازم دارم سندرم. Your teammate has been killed. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. کشه نزن دیگه داداش نزن. کشش شانس فقط یاره آبیمون مونده شماره 2. Your teammate has been killed. ببینیم چی کار میکنه اسکوادو ویم میزنه یا نه. 3 تا تیم مونده. خب یه نفر خب خودش کسیش برمیاد یا نه. بابا تو فین شانس خدا وکیلی. بریم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگر حمایت کنید بازی‌های متفاوتی هم میذاریم. حالا کانتر رو گذاشتیم، کلش رویال رو گذاشتیم، کلش آف کلنز بهش اضافه میشه. اینم که سومی ما کلش آف کلنز بهش اضافه میشه. امیدوارم که خوشتون بیاد. دلتا فورس هم اضافه میشه روی پی سی بازیاش. هر کدوم که خوشتون اومد کامنت بذارید. همون بازی رو بیشتر انجام میدیم و ویدیوهاشو براتون تقدیم میکنیم. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.